قلبي والهان عمقام الهرر السلطان، تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر. Assalamualaikum tomoshabinoni aziz. اینجا پسرچم میخال بوزیچه آموده کرد، خودش ساخت، مکتب توفه کرده بود، به حد زیبا آمده است. اینجا باشد یانگم ماهی سپانده استودیم برای سال نو. به نهایت استا با مزه تیار میکنم ماهی رو. برای همین خواستم کمتر به شما نوار گیرم از این ریسپتشان. هم تو ارد به میمولم، این خیلی مانده گرفته میسربانم دیگر یکان هیچی وای نمیکنم، فقط بعد رویش به پدلیف یکی تندک میکنم. انا همین دیگر یکان پریپراوه نمیچوشم، فقط نمک ارد. در یک влогам چند ماه پیش ریسپتش رو پرسیده بودند. انا هم خیلی کردم. ماهی بیرونی ما آماده شد برای دسترخوانی ایدانه. حتما تیار کنید شما نیز. به حد به مزه اوسم. اینجا باشد من سلایانی تیست بود خونه بر مرسیلنیک به ананас консерва گرفته بودیم برای سالاد و 4 دانش رو هم خیلی گرفتم. سلایمی تیست کتی هم خیلی آماده کردم. این گرداش باشد یزی چوک. Слойка с ананасом. А это язычок. اینجا باشد اولی مرتبه سلطی سیلیوتکا پچوبه تیار کردم. به نهایت من سیلیوتکا ناس میبینم در چند جو من خریده میخوردم یکی میخوردم آموده کرده در مهمانی. به نهایت به مزه بود و خواستم امسال سلطی نو کنم. اینش سلطی الیویه و اناناس داره. همه خیلی سلات کردیم. 3 نمود خلاص موهیزه کندیم. کنترک سامبوسیدت تیار کردیم. همه خیلی اینقدر تیاری بسیار هم دیگه گلون نیما. Привет, будь. خاک سبونه دسترخوانی ما. این باشد شور میگوید، لیکن در حقیقت شور نبود ماهی. نمیدونم این برای چی پسرچم شور گفت. نسامم دلی شور نبود، به حد به مزه بود. اینجا باشد مانتو تیار کردیم همراهیانگم. مانتوی ما تیار شد. ساعتم قریب 11 و نیم. همین خیلی رویش به بعد پدلیف میکنیم. من تو رو خونه به همه ناس میبینند. من هم بسیار خوراکی دست داشته ترینم هست. انا اینجا منتوی ما آماده شد. چخیلی که میبینید با همه ایتان اشتهای صاف کسی اگر خورده ایستاده باشند. در اینجا یک نمودی ترمیوه خریدم. سال گذشته در جای کارم وقتی در یورسپار کار میکردم. به نهایت با مزه بود. نامش لیچی این ترمیوه. اگر کسی خورده نباشد اگر توصیه میدیم حتما خرید خورید. به نهایت به مزه، سوکش به مزه. یعنی این سیاه باشد دانکش به نهایت کلان. لیچی نامش
اینقدر قیمتم نه. به هر یکی شمایان در این سال نوی 2022 تمنای آن را دارم که همیشه صحت سلامت باشید، در نزد پایاندانتون باشید، نزدیکانتون، فرزندانتون، اولادتون باشید، هیچگاه درد و غم رو، رنج رو نبینید، همیشه خوشبخت و سربلند و خانه آباد باشید، دسترخوان همه تاجیکلا و پرناز و نعمت باشد، هیچ کس را دوست بخور و دشمن به محتاج نکند، همیشه صحت سلامتی اساساً برای هر یک انسان و بگذار سال 2022 پرفیض و با برکات گذرد و همه برای کار برکاری ها خواهانم در کارهای حاضر و آینده شان پیشروی ها و موفقیت های بی‌نظیر را تمنا دارم. در همینجا من با شما خداحافظی میکنم تا نوارهای آینده ما را دستگیری میکنید و دلیت کنید، یار دوستان را حتما دعوت کنید دوستان عزیز و انشاءالله تیز نوارها میشود. اساساً من حاضر میره که بکار میکنم، اساساً برای زن ها انشاءالله در آینده ماسک ها برای روی را چگونه تازه کردن. خیر، سربلند خانه آباد باشید دوستان عزیز. رحمتی کنم به هر یک شمایان.